آخرین بنده ای که از جهنم مبره، بنده مؤمنی که بسیار گناه زیاد کرده، قیامت سخت‌ترین عذاب را میچشه، در جهنم بر روی افتیدگی است. دعا میکنم پروردگار همین دعای مرا قبول بکن، دیگه هیچ دعا ازت نمیکنم. با یک شب دعای تا قبول میکنم که دیگه چیزی از من طلب نکن. دیگه تنها همین روی مرا از آتش نجات بده. امی مکالمه بین بنده و بین الله تکرار میشه تا اینکه از جهنم کاملا مبره. پروردگار برش میگه برو داخل جنت. ای بنده آیا راضی شدی؟ حاله رسول الله صلی الله علیه و سلم حالت آخرین بنده ای که از جهنم مبرایه را خیلی زیبا تفسیر میکنه. آخرین بنده ای که از جهنم مبرایه، بنده مؤمنی که بسیار گناه زیاد کرده، در جهنم هست و الله متعال او خوب حساب. دیگه هیچ مسلمانی در جهنم باقی نمونه، یک تا باقی مانده خلاص. او بر رویش آتش افتیده است. کفار این طعنه میکنه، میگه ما ایمان نداشتیم، دل ما زیاد درد نمیکنه تا تعبیرها اینجا نه هستیم، اما تو خب مؤمن بودی، به الله باور داشتی، به قیامت باور داشتی، چی فایده به تو کرد؟ در قیامت سخت‌ترین عذاب را میچشه و در جهنم بر روی افتیدگی است. ایده چی کسی در جهنم آورده؟ الله میگه. راه فرارش به کجاست؟ پس دوباره به طرف الله رفت. در همونجا یک بار این حس به تعبیر استدعا از الله یسأله من فی السماوات و الارض، این بیدار میشه و دعا میکنه پروردگارم یک دعا ازت میخوایم، امیر قبول بکن، دیگه هیچ دعا را قبول نکن. این چی کسی است؟ کسی است که به خاطر کمال گناهان فقط یک مؤمن است که در جهنم باقی مونده. دعا میکنه پروردگارم این دعای مرا قبول بکن، دیگه هیچ دعا ازت نمیکنم. در جهنم اما تو دلیل افتیدگی است. پروردگار برش میگه خوب است، با یک شب دعای تا قبول میکنم که دیگه چیزی از من طلب نکن. این بنده میگه خوب است پروردگار، دیگه چیزی از طلب نمیکنم، یک طلب دعا میکنم. پروردگار میگه چی میخوای؟ میگه تنها همین روی مرا از آتش نجات بده، چون روی جسم است که زیاد چی میشه، درد زیاد میکنه. پروردگار همین روی مرا میگه از آتش نجات بده، دیگه خیر، اگر در جهنم هم هستم بگذار باشه. الله متعال دعایش قبول میکنه. یک مدت زمانی سپری میشه، پس دوباره در قلبی بنده میگه که پروردگار حالا دعای من قبول میکنه. یعنی ببین من در جهنمم یک پیشتر یک دعا کردم، پروردگار دعای من قبول کرد، باز میگه خدایم یک دعای دیگه هم میکنم میره قبول کن. پروردگار برش یادآوری میکنه، میگه بنی آدم تو بیشتر تعهد کردی که دیگه دعا نمیکنی، دیگه چیزی طلب نمیکنی. میگه پروردگار این دعای من قبول کن، دیگه چیزی طلب نمیکنی. باز دوباره با الله تعهد میگه چی میخوای؟ میگه سایر عذاب از سایر عذاب بدنم کرد. پروردگاری دعایش من قبول میکنه. بعد زمانی باز سپری میشه، باز این امیدش به الله بیشتر میشه، آرزوش به الله بیشتر میشه. میگه خدا باز میگه خدا یک دعا ازت طلب میکنم، همین دعای مرا قبول کن، دیگه دعای مرا قبول کن. باز پروردگار براش میگه او بنده آدم، او اولاد آدم، تو بیشتر تعهد کردی که چیزی دیگه طلب نمیکنی. خدا همین دعای مرا قبول کن، دیگه چیز ازت طلب نمیکنه. امی مکالمه بین بنده و بین الله تکرار میشه تا اینکه از جهنم کاملا مبره. در اینجا انسان اوج امیدواری را پیدا میکنه واقعا به الله، کمال رحمت الله در وجود انسان دیده میشه. وقتی الله تبارک و تعالی این از جهنم میکشه، یک جای بهتر را برش نامه، مثل زیر یک نفر از دوزخ بکشین و زیر هفتم از آتش بره، زیر هفتم برش خیلی خوبتر است، اونجا را برش نشون میده. این بنده مدت زمانی درنگ میکنه، بعد میگه خدا یک دعای دیگه میکنه و میرم قبول بکن. باز پروردگار برش یادآوری میکنه. این بنده میگه تو نبودی که تعهد کردی که پروردگار دیگه دعا نمیکنه؟ میگه پروردگار میرم قبول. میگه برات اون جای بهتری ببر، در جای بهتر میبره پروردگار برش، جای بهتر را برش نشون میده. این مکالمه بین الله و بین بنده بارها تکرار میشه تا زمانی که در پیش جنت میرسه. بعد میگه خدا یک دعای دیگه هم میکنم. چی میگه پروردگار؟ یک بار مرا جنت، یک بار جنت هم کنه شامو میده. پروردگار برش میگه برو داخل جنت شو. این رحمت الله است برو بنده که بجز ایمان اعمال صالحی برش باقی نمونده، وارد جنت میشه، پس دوباره برمیگرده. به تعبیر عام چرتش بسیار خراب است، خدا در جنت جای نمیده. دو روایت در این مورد آمده. یک روایت فرمیاد که الله تعالی برش میگه برو داخل جنت، میگه آرزو کو، هر چه آرزو میکنی چندین برابر زمین تنها برای تو نعمت آماده کرده. در یک روایت دیگه میاد پروردگار ازش میخواد، میگه تو آرزو کو، چی آرزو داری؟ بنده آرزو میکنه، باز پروردگار ازش میخواد، باز آرزو میکنه، باز میخواد، بالاخره میگه پروردگار خلاص شد، دیگه آرزوی نمونده برام. پروردگار میگه اینو برآورده میکنیم، 2 برابر میسازیم، 3 برابر میسازیم، 4 برابر، 10 برابر میسازیم.
کل آرزوهای تا 10 برابر بیشتر از آن چه تو توقع داری میکنی. و آخرین جمله از همش کده خطرناکتر است، اوج رحمت پروردگار است. آخرین سوالی که از بنده از الله میپرسه، از کدام بنده خود میپرسه؟ از او بنده‌ای که بجز ایمان دیگه چیز نداشته از اعمال صالح، و آخرین نفر است که از جهنم برآمد. پروردگار از او میپرسه آیا راضی شدی؟ پروردگار از کی میپرسه؟ از بندهش میپرسه، میگه ای بنده آیا راضی شدی؟ حاله پس انسان با الله چی نوع تعامل میکنه؟ والله که رحمتش، بخششش و لطفش و احسانش و نعمتش به کدام حد است. شما یک بار تصور بکنید عظمت الله و بزرگی الله را و بازی سوال الله را دقت کنید که الله از بنده خود بپرسه ای بنده آیا تو راضی شدی؟ حاله واقعا انسان در اینجا اوج ضعف بشری و اوج ناسپاسی خوده و اوج غفلت خوده و اوج ظلمی را که ما در حق خود ما میکنیم را انسان درک میکنه.